امیرحسین مقصودلو، پسری از شرق تهران که زمانی آوازش فراتر از مرزها رفت. اما حالا همه جا حرف از پایانشه. آیا تتلو واقعا به پایان خط رسیده؟ حقیقت پشت پرده زندگی تتلو شاید از چیزی که فکر میکنی خیلی تاریک‌تر باشه. همه چیز از محله نارمک شروع شد. پسری با رویاهای بزرگ و خانواده مذهبی تو خیابونه خاکی تهران شروع کرد به نوشتن شعرهایی که خیلی ها دوست داشتن اما جرأت گفتنشو نداشتن. تتلو صدای نسل زیرزمینی شد، با آهنگایی که فریاد آزادی بودن و هر شب هزاران نفر پنهانی گوش میکردن. اما امیر خیلی زود فهمید صداش فقط برای خودش نیست. اون خودش رو پیامبر میدید، یه ناجی. امیر غرور بود که بزرگترین اشتباه زندگیش شد. اولی ثبوت با ورود به سیاست، عکسای جنجالی با چهره‌های سیاسی، موزیکای پر از تناقض. مردمی که یه روز دیوونه‌ای صداش بودن بهش پشت کردن. مهاجرت به ترکیه مثل یه فرار بود، ولی از چی؟ از دشمناش، از مردم یا از خودش؟ اونجا تتلو خودش رو آزادتر میدید، اما هرچی بیشتر آزاد شد بیشتر فرو رفت و تاریکی. اتهامات، دستگیری، بازداشت و حالا تتلو با اتهاماتی روبرو شده که حتی شنیدنش لرزه به تن آدم میندازه. ماجرایی که این روزها کل ایرانو شوکه کرده. حکم قطعی اعدام بر تتلو صادر شد، اما پشت پرده این حکم چیه و تتلو چطور به اینجا رسید؟ آیا تتلو واقعا به پایان راه رسیده یا این فقط یه آغاز دیگه است برای یه داستان عجیب‌تر؟ و نظر تو تتلو قربانیه یا یه مجرم؟ کامنت بذار، چون تو ویدیوی بعدی نظر تداق شما رو نشون میدم. و اگه میخوای بدونی تو دنیای تاریک سلبریتی ها چه راسته دیگه پنهان شده، الان سابسکرایب کن.